أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیکای زبان عرب، از علمی صرف، از کتاب صرفی میر 8 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 9 را از این کتاب صرفی میر به سمع شما برادران و خواهران و خواهشمندان آموزش زبان عربی برسانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید فصل معتل فا از باب فعل یفعل نیامده است. این درس امروزه ما و شماست. پیش از اونه که درس امروزه من رو شروع بکنم، چطوری که درس گذاشتم قید کردم که اگر که شما از درسای کتاب بیدان و 22 باب صرفی تا امروز خواندگی درس هامونه خوب فهمیدگی باشد، پس بدانید که این درس ها را خوب میفهمید، زیرا اینکه مشکلی صرف از این به بعد شروع می شود. تا به حال آسان بود، مشکل نبود، فقط حفظ کردن در کار بود و خلاص. انا اکنون تغییرات و دیگرگونی ها و حرفای بیمار را، حرفای علت را، حرفای کسلی را از فعل گرفته پرتافتن و یا تغییر دادن، این کارها از این درس به بعد شروع می شود. تا به امروز ما خیلی کم این کارها با این کارها وامی خوردیم. اکنون درس ما و شما بسیار درس جدی است، دقت بتید. پس یادتان باشه ما در کتاب بیدان اقسام 7 گانه خواندیم، گفتیم کلمه از دیدگاه حرف 7 تقسیم می شود. در کتاب 22 باب صرفی خواندیم آخران درس که کلمه از دیدگاه حرف 7 تقسیم می شود. در همین کتاب صرفی میرم خواندیم اون 7 تقسیم: صحیح، صحیح سالم، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف بود. گفتیم لفیف به 2 قسم تقسیم می شود: لفیف مفروق و لفیف مقرون. انا اکنون تا به امروز چی درس ما میخوندیم؟ درباره صحیح میخوندیم. 7 قسم دیگر دربارش صحبت نمیکردیم. انا اکنون ما صحیح را خلاص کردیم، میگذاریم در معتلات. مثلا در کلمه دقت بتید وعد، کلمه فعلی وعده را دقت بتید. این وعده از اون قسم های 7 گانه‌ای که ما و شما خواندیم نامش مثال هست. مثال از قسم معتلات است، یعنی حرف علت دارد، نامش مثال است. همچنین معتل فاش هم میگم. برای چی؟ برای را به ترازو بکشه میشه و فعل. دقت بتید. پس واو در روپروی چی است؟ در روپروی فی هست، برای خاطر میگن معتل فا، یعنی که یکم حرفش حرف علت است. این میگن مثال. پس می نویسیم در اینجا مثال. درس امروزه ما و شما در موضوع مثال هست. مثال به 2 قسم تقسیم می شود. مثال به 2 قسم تقسیم می شود، یا معتل فا به 2 قسم تقسیم می شود. قسم یکمش مثالی چی است؟ مثالی اینجا می نویسیم که الواوی، مثال واوی. دویمش مثال یا ای، مثال یا ای. یعنی چی؟ مثال واوی به مثل مانندی، مثلا همین کلمه را می نویسیم مانندی وعده. ببینید وعده اولش دکی حرفی واو هست، برای میگن مثال واوی، یعنی این حرفی واو نگاه کرده. و دوی مثال یایی است مانندی یسر. ببینید
در اولش یا که هست برام خاطر میگن مثالی یایی. پس درس امروزه ما و شما در انا همین موضوع مثال صحبت می رود. ما گفتیم که از صحیح سالم از 6 باب ثلاثی مجرد آمده است. همون 6 باب مثالش بیاره، مثلا نصر ینصر از باب یکم، ضرب یضرب از باب دوم، فتح یفتح باب سوم، علم یعلم باب چهارم، شرف یشرف باب پنجم، حسب یحسب باب ششم. ببین صحیح سالم ای 6 باب آمده است. اما از مثال آیا ای 6 باب آمده است؟ نه، ای 6 باب نیامده است. پس از چند باب آمده است؟ مثال واوی این را دقت بتید از 5 باب آمدگی است. از چند باب آمده است؟ 5 باب. مثال یایی ای چند باب آمده است؟ از 3 باب. این نازکی های هست که باید حفظش کنید. وقتی کلمه را میبینید یسره میدونید که از همین 3 باب بیرون نیست. وعده را میبینید میدونید که از 5 باب بیرون نیست. برای همین خاطر این فایده دارد در خواندن و فهمیدن زبان عربی. اکنون میخونیم کلمه را که چی میگوید. فصل را. فصلون میگد معتلفا از باب فعل یفعلو نیامده است. یعنی که ما گفتیم وعده معتل الفا مثال از 5 باب آمده است. پس از کدام باب نیامده؟ 6 باب. از کدام باب نیامده؟ باب یکم نصر ینصرو. از باب نصر ینصرو نیامده است. از باب نصر ینصرو مثال واوی نیست. اما یک نازکی هست. یا آدم ما را بگوید برادرم تو میگویی که نیست. یک عرب میاد مرا میگد که وجده، ببینید وجده یا جودو. پس وجده یا جودو از باب چنده؟ باب یکم. این را چی کارش میکنیم؟ ما میگیم که بله برادرم در بعض کتاب های صرفی میر نسخه هاش در بعض چاپ ها آمده است که معتل الفا از باب فعل یفعلون نیامده است در لغت فصیحه. یعنی در لغت فصیح نیست، در غیر فصیح وجد یجدو هست. این را میگن لغت العامریه. لغت عامریه هستین. در لغت عامریه آمده است، یعنی بعضی قبیله عرب گفته است، اما این فصیح نیست. فصیح وجد یجدو ای وجد یجدو نیست. دقت دادید؟ پس این را در ذهنتون جا کنید، روز زمانت براتون لازم می شود. خب اکنون معلوم شد که از باب یکم از باب نصر ینصرو مثال نیامده است. میگذاریم به بعدش چی میگوید؟ میگوید که و مثال واوی از باب فعل یفعلو، باب یکم بود که باب دوم ده میگذاریم. مثال واوی از باب فعل یفعلو می آید مانند چی؟ الوعدو، وعده کردن. ما شما وعده میگیم، وعده کردن. ماضی معلومش وعدو تا آخر 14 صیغه شب بگویید که خودتون. و مثل که ضربا را میگفتیم به مثل همون، مثلا وعدو، وعدت وعدتها وعدنا، وعدتما وعدتم، وعدتی وعدتما وعدتن، وعدتو وعدنا. 14 صیغه معلومی فعل وعده مثال. خلاص کردیم. خب با چی میگوید؟ میگوید که چنان که در صحیح دانسته شد. یعنی چقدر که ما ضربت ضربتو ضربنا، ضربت ما ضربتم، ضربت ما ضربتن، ضربنا میگفتیم، میگد که انا همین رو هم به مثل همون وعده تا آخر بگوشه. میگه به مثل همون است. میگه چنان که در صحیح دانسته شد. از این جهت او را مثال گویند. یعنی برای چی میگه اینا مثالش گفتن؟ مثال یعنی همانند چی؟ همانند صحیح. دقت بتید. مثلا ضرب این چی است؟ وعده. ببینید این را ما مثالش میگیم. این صحیح سالم است. این مثال است. برای چی مثال است؟ به خاطر اینکه به مثل صحیح یعنی همانند صحیح است.
ضرب وعده، ضربا وعدا، ضربوا وعده، وعدو تا آخر 14 صیغه ماضیش بگویید. یعنی برای چه مانند صحیح میگن؟ یعنی مانند صحیح هست در چی؟ در حق احتمال حرکات و سکنات. در حق احتمال حرکات داده بینید فتحه، یکم حرفش واو فتحه، دویم حرفش فتحه، دویم حرف اینم فتحه، وعده عینش، ب ضربه ب فتحه است، وعده داله بینید فتحه است سیم حرفش. دیدید یک خیل است. مصدرش چیه؟ مثلا میگیم ضربون، ضربون چیه؟ زدن. پس مصدرش چی است؟ مصدرش به مثل همین وعدون. دقت بدید، یکمش ضربون، یکمش حرف ضاد حرکت دارد، وعدون واوش حرکت دارد. ضربون ر ساکن است، وعدون عین ساکن است دویم حرفش. دقت دادید؟ برای همین خاطر میگه که در حق احتمال حرکات، احتمال یعنی قبول کردنی، برداشت کردنی حرکت هایی که ببینید، حرکت ها را هر چیزی که در این هست در یک دیگر هست. و سکونات، ساکن ببینید در هم ساکنه، در هم ساکنه. حرکت ها را ببینید همش حرکت دارد، اینم همش حرکت دارد. برای همین خاطر میگه چی میگن؟ اینا مثال میگن، یعنی همانند صحیح. دقت دادید؟ خب در دوام عبارت چی میگوید؟ صاحب کتاب در دوام عبارت میگوید که و صرف مستقبل معلوم، اکنون وعده فعل چی بود؟ ماضی معلوم بود. و میگه و صرف مستقبل یعنی فعل مضارعی بابی وعده. ضربه فعل مضارعش چی بود؟ ما برای خاطر درس گذشتم تاکید کردم که درس‌های گذشته را خوب فهمیده باشید، این را خوب میفهمید. دیگه باقی مونده درس‌ها را خوب از خود کرده میتوانید. دقت بدید. ضربه فعل مضارعش چی میشود؟ یاد ریبو، یاد ریبو. دقت دادید؟ یاد ریبو. اکنون وعده فعل مضارعش چی میشود؟ اصل به مثل این باید بشود. یاو به حرف به رنگ سرخ بنویسیم توی که این غلط است، خطا است، اما اصلش می نویسیم یاو عیدو. ببینید حرف مضارعات فتحه، یکم حرف فای کلمه ببینید ساکن، سیم حرف دویم که عین باب کسره و آخر ادریبو یا وعیدو. این اصل هست. اما وعده را وقتی که ما فعل مضارعش رو میگیم که یعیدو. دقت بدید، اصل این طور است، یعیدو. دقت دادید؟ یعیدو. پس واو کجا شد؟ واو باید باشد، زیرا که در اول واو است. اول کلمه حرفی واو است، مثال واویش میگه میره. پس کجا شد واو؟ قاعده را بنویسید بگیرید. خب میگه که قاعده همین است، میگه که واو ساکن ما قبلیای مفتوحه. دقت بدید قاعده را نوشته برای حفظ کردن. دقت بدید واو ساکن در بین یای مفتوحه و بعدش کسره تحقیقی یا تقدیری واقع شد، واو حذف می شود. برای چی؟ برای ثقیل بودن. عربا میگن ما بگیم یوعدو برای ما وزمین است. از این حساب میگن ما واو حذف میکنیم میپرتویم و یعیدوش میگیم. دقت دادید؟ قاعده را از یاد کنید، در هر جایی که دیدید عملیش میکنید. یوعدو واو ساکن، یا میگم که واو ساکنه در بین یای مفتوحه و عینی یا بعدش کسره تحقیقی. این کلمه را بسیار دقت بدید که این مسئله مهم است. اینجا من نوشته بمونم تحقیقی یا یکمش تحقیقی، دیومش چی است؟ تقدیری. دقت دادید؟ تحقیقی یا تقدیری. پس واو
ما قبل یای مفتوحه و ما بعد کسره تحقیقی یا تقدیری باشد واو حذف کرده می شود. این قاعده را حفظ بکنید و نوشته برای آینده تون در کار می شود. پس یوعدو اصل بود، ما واو حذف کردیم، وقتی واو که گرفتیم چی می شود؟ یعیدو. یعیدو فعل مضارع است. دقت دادید؟ یعیدو فعل چی است؟ فعل مضارع. پس اکنون 14 صیغه یعیدو را بیا بگوییم. یعیدو، یعیدانی، یعیدون، تعیدو، تعیدانی، یعیدن، تعیدو، تعیدانی، تعیدون، تعیدین، تعیدانی، تعیدن، اعیدو، نعیدو. وعده میکرد و امر در زمان آینده تا آخرش 14 صیغه است. دیدید 14 صیغه فعل مضارعش هم همچنین گفتیم، فعل ماضیش هم همچنین گفتیم. خب میگذاریم به ما بعد. بعدش چی میگوید؟ یعیدو، یعیدون، یعیدون تا آخر. اصلی یعیدو یوعیدو بود. اکنون قاعده را میگه، دقت بدید. اصلی یعیدو یوعیدو بود، یوعیدو بود. خب چیکارش کردیم؟ واو واقع شد میان یای مفتوحه. واو در بین یای فتحه دار و یای مفتوحه و کسره لازم و کسره لازم و کسره لازمه واقع شد واو. پس چیکارش کردیم؟ واو را حذف کردند. پس واو دیدید که ما از بین بردیم، حذفش کردیم. برای چی؟ برای ثقالت، برای ثقیل بودن، برای وزمین بودن. برای وزمین بودن واو از بین بردیم. این قاعده را کی گفته موده؟ صاحب صرف میر. اما قاعده که من گفتم تحقیقی و تقدیری این نگفت. اما این را در یادتون بگیرید، این قاعده عامتر هست، بهتر است. این قاعده خوبتر است. از این حساب این را در ذهنتون داشته باشید. قاعده که من گفتم او در ذهنتون باشد. خب یعیدو شد. پس واو که پرتافتیم یعیدو شد. خلاص یعیدو، یعیدانی، یعیدون تا آخر 14 صیغه‌اش. و با تا اکنون حالا ما فقط یا را گفتیم. این گفت که بعد یای مفتوحه با ما حرفای مضارعه ت داریم، تضربو مثلا توعیدو، یا الف داریم اعیدو، اوعیدو اصلش. با نون داریم نعیدو. با یا چیکار کنیم؟ میگه که با تا یعنی همراهی تا و همزه و نون نیز انداختند برای موافقت، برای موافقت باب. برای چی؟ اکنون اینجا ما گفتیم که یای مفتوحه واو واقع شد در بین یای مفتوحه و کسره تحقیقی یا تقدیری. واو حذف کردیم. حاضر مثلا یعیدو، یوعیدو، یوعیدانی، یوعیدون، توعیدو تا می شود. اونجا قاعدش کجا است؟ میگه ایدم حذفش کردیم. برای چی؟ برای موافقت باب. برای وقتی که ای حذف کردیم از دیگراش هم حذفش کرد. اوعیدو نو اعیدو بگو، نوعیدو نگو، نعیدو بگو. دقت دادید؟ پس این هست قاعده کتاب بدان. قاعده کتاب بدان این هست. و قاعده که ما گفتیم بین یای مفتوحه میشه بگیم که قاعده را در جای یای مفتوحه بنویسید که بین حرف مضارعت مفتوحه. حرف مضارعت گفتین انیتو همش میداره، الف و نون و یا و ت میداره. پس میتونه که در جای یای مفتوحه او را بنویسید، بعد تحقیق و تقدیر را بگید که حالا این تحقیق و تقدیری فایده داره. در اینجا کسره تحقیقی است، تحقیقی. ولی با ما کسره تقدیری دیگر هم داریم، ولی بعدتر می آید. خب امر حاضر معلوم. امر حاضر معلوم را ما و شما از گذشته میدونیم، نه؟ از چی میگرفتیم؟ از فعل مضارع مخاطب میگرفتیم. از فعل مضارع مخاطب. مثلا فعل مضارع مخاطب چی می شود؟ تعیدو. تعیدو یعنی تو وعده می دهی. تعیدو. تعیدو چیکارش میکنه؟ اولین کارو میکنیم آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست ساکنش میکنیم. آخرش حرف صحیح هست چیکارش میکنیم؟ ساکنش میکنیم. پس میشود تعید. در اولش
حرف مضارعت است، حرف مضارعت را میگیریم، پس می شود چی؟ عید. فعل امر خلاص. برای حرف مضارعت گفتیم اگر بعدش ساکن میشد احتیاج به همزه داشتیم، ساکن که نیست احتیاج به همزه نداریم. پس عید ترجمهش وعده بکن تو، عید وعده بکن. اگر دو کس باشد عیدا، جمع مردا باشد عیدو، شما مردها وعده بکنید. عیدی تو زن وعده بکن، عیدا شما دو زن وعده بکنید، عید نه شما زنها وعده بکنید. پس اینها را دقت بتید. عید را از تعیدو گرفتیم، عیدا را از تعیدانی گرفتیم، عیدو را از تعیدو گرفتیم، از تعیدو نگرفتیم، عیدی را از تعییدی نگرفتیم، عیدا را از تعییدانی گرفتیم، عیدنه را از تعیید نگرفتیم. دقت دادید؟ پس اصلی واقعه گرفتن فعل امر. این را شما در دفترتون بنویسید، من ننویسم تا اینکه وقتمون طولانی بعد درسمون طولانی بعد نشود. پس میگوید معلوم امر حاضر میشود که عید، عیدا، عیدو، عیدی، عیدا، عیدنه. اکنون بانون ثقیله، یعنی بانون توکید ثقیله. نون توکید ثقیله گفتیم در فعل امر در همه بابهاش میدراید، در 6 صیغه‌اش میدراید. پس میگیم عیدن، این دال ساکن بود فتحش میتیم، نون شده دار، عیدن، عیدانی. نون برای چی کسره دادیم؟ درس گذشته گفتیم همون قاعده را شما خودتون تکرار کنید. عیدانی التقای ساکنین شد، برای چی نون الف حذف نکردیم؟ جعل غیر حدیه، برای چی حذفش نکردیم؟ جوابش درس گذشته گفته بودیم برای التباس شدن با مفردش. اگر الف بگیریم با مفردش یخل میشه، پس عیدن نمیشود. برای خاطر ما الف موندیم، عیدانی شما وعده بودید حتما دو مرد، عیدون واو رو حذف کردیم برای التقای ساکنین، عیدین یا رو حذف کردیم یا مخاطبه رو برای التقای ساکنین، عیدانی پیشتر در دیمی مذکر هم گفتیم همون گپو، عید نانی سه نون جمع شد، در بین نون ها یک الف رو آوردیم شد عید نانی و نون را کسره دادیم. برای چی؟ برای بعد الف واقع شد به مثل مثنا شد که یضربانی. پس همون چیزایی که درس گذشته این گپا را گفتگی بدیم و نوشته بیانش کرده بدیم. خب نون توکیدی ثقیله خلاص شد. نون توکیدی خفیفه از این 6 تا در چند تا میدارد؟ در 3 تا. کدام است؟ عیدن، عیدون، عیدین. دقت دادید؟ عیدن اینجا هیچ کار نکردیم، فقط عید بود ساکن بود، نون ساکنه را آوردیم خفیفه را، این را فتحه دادیم خلاص عیدن شد. عیدون التقای ساکنه شد، اصل عیدون بود، واو ساکن نون ساکنه، واو را حذف کردیم شد عیدون. عیدین، عیدین بود، یا ساکنه نون ساکنه، یا را برای ما قبلش چی بود؟ دلیل بود، کسره برای دلالت میکرد به یا محذوفه. عیدون ده واو دامه دلالت میکرد به واو محذوفه، برای خاطر حذفش کردیم، یعنی دلیل هست، یک علامت هست، یک نشانه کی بود حذفش کردیم. پس عیدین برای عیدین بود، یا ساکنه نون ساکنه، دلیل کی بود برای یا ساکنه، یا را گرفتیم ضمیر را و نون را در جاش ماندیم شد عیدین، یعنی حتما وعده بده تو ای زن. پس این بانون چید؟ بانون توکیدی خفیفه. خب و امر غایب معلوم. امر غایب معلوم مانند چی است؟ لیعد، لیعیدا، لیعیدو. دقت دادید؟ تا آخر میگه 14 صیغه دارد. امر بالام 14 صیغه در بیدان خوانده بودیم. لیعید، لیعید اصلش لیتوعید بود. دیدید؟ در همه دیگه فعل مضارع ده واو حذف شده. همون قاعده که حالا گفتیم این دو تا همراه کردیم، همون قاعده را استفاده میبریم. پس میگه که لیعید از لیتوعید گرفتگی هستند. واو واقع شد بین یا مفتوحه و کسره تحقیقی یا تقدیری، پس واو رو حذف کردن شد لیعید. لیعید، لیعیدا، لیعیدو، لتعد، لتعیدا، لیعیدنا، لتعد، لتعیدا، لتعیدو، لتعیدی، لتعیدا، لتعیدنا، لأعد، لنعد. 14 صیغه معلومی امر بالام.
تا آخر میگه، تا آخر گفتیم با نون ثقیله و خفیفه نیز بر آن وجه دانسته شد. بر آن وجه کی دانسته شد؟ اکنون میگه لیعید، نون توکید خفیفه را همراه کن. مثلا میگیم که لیعید نون توکید خفیفه را بیاریم، نون توکید ثقیله را اول میاریم. ثقیله در 14 صیغه میدراید. پس به این طریق میگوییم، در دفتراتون بنویسید. لتعیدن، لتعیدان، لتعیدن. یا از غایب سر میکنیم، برای خودش به غایب سر کاگیه. من از مخاطب سر کنم به مثل بدون، اما به مثل صرف میر سر میکنیم از غایب. لیعیدن، لیعیدان، لیعیدن، لتعیدن، لتعیدان، لیعیدنانی. لتعیدن 6 تا غایب بود شد. اکنون مخاطب سر میکنیم. لتعیدن، لتعیدان، لتعیدن، لتعیدین، لتعیدان، لتعیدنانی. جمع مؤنث مخاطبات. لاعیدن، لنعیدن. شی چند تا؟ 14 صیغه معلوم امر بالام با نون توکید ثقیله. اکنون نون توکید خفیفه میدروید، اما در 8 صیغه‌اش. 3 تا غایب، 3 تا مخاطب، 2 تا متکلم در میدروید. خلاص. پس این را در دفتراتون بنویسید که مثلا 3 تا غایب در چه می شود؟ لیعیدن، لیعیدون، لتعیدن. چند تا شد؟ 3 تا غایب. لیعیدن حتما وعده بکند باید آن مرد. لیعیدون حتما باید وعده بکنند وی ها مردها. لتعیدن حتما باید وعده بکند وی زن. اینها غایب بود. اکنون مخاطب در میگیم که لتعیدن، لتعیدون، لتعیدین. لتعیدن یعنی حتما باید تو وعده بکنی ای مرد. لتعیدون اصل تعیدو بود، واو حذف کردیم. چیزایی که حذف شده شما خودتون در دفتراتون بنویسید. لتعیدون التقاء ساکن نون حذف کردیم، برای پیش از واو دمه بود، دلالت میکرد به واوی محذوفه. پس لتعیدون، لتعیدین یا را حذف کردیم، برای پیش خودش کسره بود. لتعیدین باید تو زن وعده بکنی، باید تو زن وعده بکنی. پس این هست 3 تا مخاطب، 3 تا غایب با 3 تا مخاطب چند تا شد؟ 6 تا. 2 تا متکلم همچنین نون توکیدی خفیفه را قبول میکنن، مانندی لیعیدن، لنعیدن. باید من وعده بکنم، باید ما وعده بکنیم. ترجمهش. پس با این بر آن وجه میگه دانسته شد، اما ما گفتیم شکلون. و حال با لم و لما و این شرطیه چنان است که در صحیح دانسته شد. یعنی لم جزم میکرد، پس این دفع جزم میکند. لم یعید دولا ساکن که لم یعید، لم یعیدا یعیدانی بود، نون حذف که برای لم در آمد. لم یعیدو یعیدو نبود، نون حذف کرده برای لم در آمد. پس 14 صیغه‌اش می شود لم یعید، لم یعیدا، لم یعیدو، لم تعید، لم تعیدا، لم یعیدنا، لم تعید، لم تعیدا، لم تعیدو، لم تعیدی، لم تعیدا، لم تعیدنا، لم اعید، لم نعید. 14 صیغه مجهولی معلومی فعل چی؟ فعل جهد در اولش لم دارد. و لمو هم به مثل همین چی که گفتیم در جای لمو را بمون با آخر برو می شود پر. بعد از این لن، این شرطی قطعه همین طور. این یعید، این یعیدا، این یعیدو در جای لم این بمونه. در دفتراتون بنویسید هر سه این رو، لم رو، لمو رو، این رو. اما فرق بین لم و لمو چی است؟ این جاش علم نحو است. علم صرف درباره فرق بین لم و لمو گپ نمیزند. خب چنانکه در صحیح دانسته شد. و با لن ناصبه اگر لن در اولش بدروریم، لن مثلا یعیدو است، لن اگر در اول بدروریم میگیم یعیده، لن یعیده. پس 14 صیغه‌اش میشود که لن یعید، لن یعیدا، لن یعیدو، لن تعید، لن تعیدا، لن یعیدنا، لن تعید، لن تعیدا، لن تعیدو، لن تعیدی، لن تعیدا، لن تعیدنا، لن اعید، لن نعید. دقت دادید آخرش چی شد؟ نصب شد. بلن تا آخر میگه چی طوری که تا آخر گفتیم. اکنون معلوم ها رو خلاص کرد.
میگذاریم در مجهول. در مجهول چی میگوید؟ میگوید که مجهول وعیده، مجهول وعده میشود چی؟ وعیده. به مثل اینجا را دقت بتید، ما این را خلاص کردیم، اکنون بیرا مجهول میکنیم. میگه ما در بدون خوندیم که اگر خواهی که معلوم فعل ماضی رو مجهول کنی، ما قبل آخر حرف ری است، کسرش کن و اولین حرف متحرک رو چکار کن؟ دمه کن. میشود چی؟ ضرب. ضرب شد مجهول فعل ماضی باب دوم. اکنون این را ما میخوایم مجهول کنیم، چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر را کسره میکنیم، حرفی اولین متحرک چی میشود؟ دمه میشود. پس میشود چی؟ وعیده. پس وعده را مجهولش میشود وعیده. 14 صیغه‌اش بگویید: وعیده، وعیدا، وعیدو، وعیدت، وعیدتا، وعیدنا، وعیدتا، وعیدتما، وعیدتم، وعیدتی، وعیدتما، وعیدتن، وعیدتو، وعیدنا. 14 صیغه وعده فعل مجهول ماضی. خب تا آخر میگه بر قیاس مجهول صحیح. صحیح بر قیاس مجهول صحیح چی داره گفتیم؟ در اینجا ما کار کردیم، ما قبل آخر را کسر و اول متحرک رو دم، خلاص میشود مجهول و مثل صحیح است. و مستقبل مجهول، اکنون فعل مضارع را ما میخواهیم مجهولش کنیم. چیکارش میکنیم؟ فعل همون گپی بدون رو در یادتون بیارید. همون گپی بدون رو در یادتون بیارید. ما گفتیم در فعل مضارع اگر میخواهی فعل مضارع معلوم رو مجهول بکنی، ما قبل آخر رو فتح کن، فتح، و حرف مضارعت رو دم کن. چی شد؟ یضربو. پس مجهول شد. همین مجهولی باب دوم است. اکنون ما در وقتی که در صحیح همی کار کردیم، در مثال هم به مثل صحیح هست چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر عین یعیدو، یعیدو، عین چیکار میکنیم؟ فتحه میکنیم. چطوری که ما قبل آخر فتحه کردیم، ببینید فتحه میکنیم و حرف مضارعت رو دمه میکنیم. میشود چی؟ یوعدو. چرا واو حذف نشد؟ پس اینجا در مجهول واو می ایستد. چرا حذف نشد؟ برای در قاعده ما گفتیم که واو ساکن ما قبل یا مفتوحه یا فتحه داشت یا اجازه فتحه ندارد. پس در اینجا دیگه در مجهول یا را حذف نمیکنیم، یا می ایستد. پس میشود یوعدو. دقت داده؟ یوعدو. 14 صیغه‌اش میشود یوعدو، یوعدانی، یوعدون، توعدو، توعدانی، یوعدن، توعدو، توعدانی، توعدون، توعدین، توعدانی، توعدن، اوعدو، نوعدو. واو در جاش تا به آخر 14 صیغه ده می‌ایستد. در دفترتون نوشته، دقت بدید. خب اکنون میگه یوعدو، یوعدانی، یوعدون تا آخر چطوری که گفتیمش. واو باز پس آمد. الک واو در اینجا نبود که در فعل معلوم، در مجهول باز پس آمد. میگیم شکل دیگه در مجهول معلوم در نیست، مجهول در واو هست. زیرا که کسره بیافتاد. چرا؟ گفتیم که اینجا این کسره افتاد. این کسره اینجا چی بود؟ فتحه بود. فتحه کی بود؟ کسره کی بود؟ یا افتیده بود. اکنون فتحه کی شد؟ یا در جاش می ایستد. و اسم فاعل، اسم فاعل به مثل صحیح هست. واعدون. مثلا ما از باب ضربه بگیم اسم فاعل بگیریم چی میگیم؟ دقت بدید، میگیم ضاربون، ضاربون، یک مردی زننده. اکنون از وعده اگر ما اسم فاعل بگیریم به مثل همین است. واعدون. واعدون یعنی یک مردی وعده کننده. دقت دادید؟ واعدون. پس 6 صیغه‌اش میشود، 6 صیغه اسم فاعل، 3 تاش مذکر 3 تاش مؤنث میشود. واعدون، واعدانی، واعدون، واعدتون، واعدتان، واعداتون. چند تا شد؟ 6 تا. صیغه منتهی الجموع همچنین هست، به مثل صیغه منتهی الجموع ضاربو میشود دوا. دقت بدید، دوا ریبو. این را صاحب کتاب نگفته است، اما این فایده. دواریبو یعنی زنهای زننده.
زنهای زننده. اکنون من میخواهم که از وعده صیغه منتهی الجموع بگیرم. چطور میگیرم؟ اصل میشود و واعدو. دقت دادید؟ و واعدو. این واو یکم این واو است. این واو دوم واو صیغه منتهی الجموع هست. این الف همچنین از صیغه منتهی الجموع است و این عین ر کلمه عین باب است و دال لام کلمه به این چی است؟ لام باب است. پس دقت بدید. صیغه منتهی الجموع چی می شود؟ و واعدو این اصلش است. اما با در عربی با یک قاعده دیگر داریم. اکنون دیگر قاعده را نوشته یا دفتری خاص برای قاعده بکنید. قاعده را بنویسید، هر وقت تکرار کرده قاعده را بیستید. با یک مثال قاعده را بنویسید. مثلا این گفتگیام در زیر کسره تحقیقی این یعیدو را بنویسید. کسره تقدیری ده حال بعدا بیانش میکنیم این درس یا درس آینده. خب اکنون در عربی قاعده است اگر دو واو جمع شود هر دوش متحرک باشد واو یکم را قلب به همزه میکنند. واو یکم را قلب به چی میکنند؟ همزه. دیدید؟ قلب به همزه میکنند. باقی ماندهش چطوری که است؟ همون خودش میایستد. باقی ماندهش خودش میایستد. پس میشود چی؟ دقت بدید. این همزه اصلش واو هست. میشود اواعدو. پس یک کس ما را سوال کند که اواعدو چی هست؟ میگم اصلش وواعدو است. دو واو متحرک جمع شد، واو یکم رو عرب قلب کرده است به همزه. قلب یعنی واو گرفتن و همزه گرداندنش. دقت دادید؟ خب این فایده بود غیر از کتاب که این کتاب در این باره گپ نزده است. در پیشکی گفته بود که صیغه منتهی الجموع هست، اما در اینجا هیچ چیز نگفته است در این باره. خب تا آخر چطوری 6 صیغه گفتیم. اسم مفعول موعود. اسم مفعول همچنین چی است؟ موعود. مثلا حاضر ما میخواهیم اسم مفعول بگیریم از چی؟ از فعل وعده، از فعل ضربه میگیریم چی؟ مضروبون. پس از وعده میگیریم چی؟ موعودون. دقت دادید؟ موعودون. این میم چی است؟ میم اسم مفعول هست. ضاد واو اصل کلمه است، فای کلمه. ر یعنی عین، این چی است؟ عین کلمه است. این واو اسم مفعول هست. این ب یا دال لام کلمه هست. پس به مثل صحیح هست موعودون. پس 6 صیغه‌اش می شود که موعودون، موعودان، موعودون، موعودتون، موعودتان، موعوداتون. صیغه منتهی الجموع دارد، می شود مواعدو. مواعدو صیغه منتهی الجموعی چی است؟ اسم مفعولی وعد یعیدو هست. خب اینم همچنین فایده بیرون از کتاب که صاحب کتاب در این باره چیزی نگفته است. خب میگذاریم به بعدی. چی میگوید؟ میگوید که تا آخر یعنی که موعود، موعودان، موعودون، موعودتون، موعودتون، موعوداتون، مواعدو صیغه منتهی الجموع به همین 7 قطعه خلاص شد اسم مفعول. اکنون حالا تا به اینجا ما و شما مثال واوی را خلاص کردیم. مثال واوی ما و شما خلاص شد. اکنون میگذاریم در مثال یایی و مثل یسره که چطور میشه. میبینیم که این تغییرات در یسره میشود یا نه. دقت بدید چی میگد. میگد که از باب فعل یفعلو یعنی باب ضرب یضربو معلوم شد که از باب یکم، از باب نصر ینصرو مثال یایی نیامده است. پس یک طرف بیرون کردیم. پس 3 تا دیگه کدامش باشد که مثال یایی آمده است؟ در اینجا گفتیم فقط از باب نصر ینصرو مثال واوی نیامده است. خلاص معلوم شد 5 تا دیگه باب ها آمده است. اما در اینجا چی؟ اکنون معلوم شد فقط یک باب بیرون کردیم. 5 تا دیگه مون 3 تاش دارد 2 تاش ندارد. او 2 تا نداشتگی کدامه؟ حالا ما یک تای بدگی را میخونیم. باب ضرب یضربو با همین باب چی؟
ضربه یا ضریبو. همین بابا میخونیم. ببین چی میگوید. میگوید که فعل یفعل المیسر نوشته است قمار باختن، یعنی در قمار بازی بای دادن. باختن همین است. در قمار بازی میکنی بای میتی، فایده نمیکنی، ضرر میبینی، باختن. اما المیسر این معنی را ندارد. میسر قمار بازی کردن، باختن این نادرست است. پس اینجا را میخواهم خالی بکنم برای مثال یایی. میبینیم که مثال یایی چی دیگرگونی ها دارد. این را همچنین فعل صحیحش را نوشته میکنیم. برای ما اول فعل صحیح را میخونیم. دقت بدید. ضربه باب چنده؟ باب دوم. ضربه یضربو. یسره از آن همین باب ضربه یضربو است. ببینید چیکارش میکنیم. المیسر گفتیم قمار بازی کردن. اکنون میسر ما شما را میدونیم اسم چی است؟ مصدر است. معلوم است مصدر قمار بازی کردن مصدر است. لیکن ما گفتیم مصدر سه نمود، ما شما خواندگی ما سه نمود است. یا نمود مصدر، دویمش اسمی مصدر، سیمش مصدر میمی. این کدام نمودی مصدر است؟ ما گفتیم علم صرف برای کلمه شناسی و کلمه سازی است. پس این کدام نمودی از این سه مصدر است؟ اولش نگاه کنید چی دارد؟ میم. پس مصدری چیه؟ مصدری میمی. دیاتون بگیرید. پس مصدری خالیش یعنی مصدری یسره و مثل ضربه یا ضربون یسرون می شود. یسرون. دقت دادید؟ این مصدرش می شود. خب اکنون چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که یسره میسرون قمار باختن یا قمار بازی کردن. ماضی معلوم می شود یسر تا آخر. بیا بنویسیم ماضی معلومش را. اینجا ببینید یسره. پس ضربه ماضی معلوم چی بوده است؟ یسره. ضربه یسره. پس 14 صیغه‌اش را بگویید. یسره، یسرو. یسره یعنی که وای مرد قمار بازی کرد. یسرا وای ها دو مرد قمار بازی کرد. تا آخرش ترجمه‌اش ختم بنویسید که در بدون خواندگی دیم همون گپا. یعنی در حساب ترجمه که وای مرد وای ها مرد ها، مثلا زد وای زن قمار بازی کرد، وای زن قمار بازی کرد، وای ها دو زن قمار بازی کرد، وای ها زن ها قمار بازی کرد تو زن. اما این اصل حرام است. اما این فعل همین معنی را داره. زیرا قمار بازی در شریعت حرام است. خب یسره یسرو. یسرت یسرتا یسرنا. یسرت یسرتما یسرتم. یسرت یسرتما یسرتن. یسرتو یسرنا. 14 صیغه معلومی فعل ماضی مثالی یایی خلاص کردیم. بعدی چی میگه؟ تا آخر گفت. ما گفتیم تا آخرش مستقبل معلوم. اکنون میگه فعل مضارع یسره چی میشود؟ فعل مضارع یسره یای. دقت بدید. یای سارو. این یا حرف مضارعت است. یا یکم. یا دوم فی کلمه است. داده ببینید یضربو. یای سارو نمی یای سیرو از باب یضربو. یسره یای سیرو یضربو. ببینید یا یکم حرف مضارعت است. یا دوم فی چی است؟ فی کلمه. خب 14 صیغه معلومش می شود که یسره یسرو. یسرانی یسرونه یعنی قمار بازی میکند و یک مرد. تا آخرش ترجمهش یسره یسرو یسرانی یسرونه. تیسرانی یسرنه. تیسرانی تیسرونه. تیسرانی تیسرنه. ایسرون نیسرو. در اینجا یگان تغییرات نیست دیگه. او کسره تحقیقی و کسره تقدیر و دواو بود. یا که هست این گپا را نمیگیم. این در جاش می ایستد. دقت دادید؟ این در جاش می ایستد. خب تا آخر یا یسرون تا آخر چطوری گفتیم؟ امر حاضر معلوم می شود که ایسرو از چی میگیریم؟ دقت بدید. از فعل مضارع مخاطب. یسرون تیسرون یسرن. از هفتم صیغه سر میکنیم. تیسرو. ببینید تیسرو
رو. اکنون ما میخوام ای تیسیرو یعنی که قمار بازی میکنید تو مرد، از انا همین فعل امر بگیریم. فعل امر میگیریم چیکارش میکنیم؟ فعل امر میگیریم، دقت بدید. اولین کاری که میکنیم آخرش نگاه میکنیم حرف صحیح هست ساکینش میکنیم. ساکین یکم. دویم چیکار میکنیم؟ دویم حرف مضارعت تکی است میگیریم. حرف مضارعت رو که گرفتیم بعدش یا ساکین دارد. بعد چیکار میکنیم؟ بعد احتیاج به همزه وصل داریم. همزه وصل میاریم میگیم ایسیر قماربازی بکن تو مرد. اما میگم که این قماربازی حرام است، اما ترجمه این همین طور میشود. همچنین یسره آسان گرفتن هم میشود. میشود که یسره آسان گرفت، ایسیر آسان بگی. این ترجمه بهتر و خوبتر است از او قماری کاری حرام ده امر کردن ده. ایسیر، ایسیرا، ایسیرو، ایسیری، ایسیرا، ایسیر نه. 6 صیغه امر چی؟ امر حاضرش تا آخر. با نون ثقیله اکنون ایسیر. پس معذرت میخوام اصل اینها را بگیم. ایسیر از تیسیرو گرفتگی است. ایسیرانی از تیسیرانی گرفتگی است. ایسیرون از تیسیرون گرفتگی است. ایسیری از تیسیرین گرفتگی است. ایسیرا از تیسیرانی گرفتگی است. ایسیرنه از تیسیرنه گرفتگی است. در دفتراتون بنویسید چیکار کردیم، شما خودتون کارش بکنید. خب بعدش نون ثقیله قطعی. نون ثقیله در 6 صیغه‌اش میدارد. پس چی میگیم؟ ایسیرن، ایرا فتحه میتیم. ایسیرن، دقت دادید؟ ایسیرن. پس میگیم ایسیرن، ایسیرانی. التقای ساکنین شد. نون برای چی کسره دادیم؟ ایسیرن نبود، نون فتحه بود. درس گذشته گفتیم و پیشترک هم گفته بودیم برای مشابهت به مثنا یضربانی. اما التقای ساکنین برای چی اجازه دادیم؟ برای مشابهت به مفردش نشود. اگر که ما الف بگیریم پرتویم برای التقای ساکنین، پس ایسیرن دو تا می شود. دیگه نمیدونیم کدامش برای یک کس کدامش برای دو کس. اون الف دلالت میکنه برای دو کس بودن. خب ایسیرن، ایسیران، ایسیرون واو حذف کردیم. ایسیرین یا را حذف کردیم. ایسیرانی، ایسیرنانی. در بین سه تا نون یک الف همراه کردیم. الف چی بود؟ الف فاصله. خب نون توکید ثقیله قطعی. با نون توکیدی خفیفه در سه تاش میداره خلاص. ایسیرن، ایسیرون واو حذف کردیم. ایسیرین یا را حذف کردیم. در دفتراتون بنویسید چطور حذفش کردیم. خب امر غایب معلوم. امر غایب معلوم میشود لیسیر. لیسیر در اولش یا را لام میمونیم، لام مکسوره، آخر ساکن میشیم، میشه لیسیر. یعنی باید تو آسان بگیری. اما اگر که با قماربازی بگیرم، اگر باید وای مرد آسان بگیرد. اما با این ترجمه قمار بگیرم اگر میشود که باید وای مرد قماربازی بکند، این کار حرام را. خب لیسر، لیسرا، لیسرو، لیتیسر، لیتیسرا، لیسرنا، لیتیسر، لیتیسرا، لیتیسرو، لیتیسری، لیتیسرا، لیتیسرنا، لیسر، لینیسر. 14 صیغه امر غایب یا امر بالام. خب این هم خلاص شد. اکنون بیاید در 14 صیغه نون توکیدی ثقیله را میداریم. در 14 تاش میدروید. پس میشود که لیسرن، لیسرانی. درجه الف نون ایستاد، الف ایستاد، برای التقای ساکنه نون کسره دادیم. در ایسرانی گفتیم همون گپ بگویید. اما مثلا کار کنید برای چی جای این طور شد. پس ایسر لیسرن، لیسرانی، لیسرون واو حذف کردیم. لیسرن، لیسرانی، لیسرنانی. الفی فاصله در بین سه نون در آوردیم. 6 تایی غایب شد. 6 تایی مخاطب می شود که تقت سر می شود. لیتیسرن، لیتیسرانی، لیتیسرون واو حذف کردیم. لیتیسرین یا را حذف کردیم. لیتیسرانی، لیتیسرنانی در بین سه نون باز الف را همراه کردیم. لیسرن، لینیسرن. 14 صیغه معلوم امر بالام با نون توکیدی
ثقیله همچنین با آخر است. نون توکید خفیفه را بدرار در 8 صیغه اش میدارد. 3 تا غایب، 3 تا مخاطب، 2 تا متکلم. پس میگه که لیایسرن، لیایسرون، لیتایسرن. این 3 تا برای چی غایب شد؟ لیایسرن باید بازی کند وای مرد، باید قمار بازی کند وای مرد. لیایسرون باید قمار بازی کند وای ها مرد ها. لیتایسرن باید وای زن قمار بازی کند برای غایب. برای مخاطب میگیم که لیتایسرن، لیتایسران، لیتایسرن، لیتایسرون مفرد ده میدروید، جمع ده میدروید و لیتایسرین مفرد مؤنث ده میدروید. خلاص لیتایسرون ده گفتیم واو حذف کردیم، لیتایسرین ده یا را حذف کردیم برای التقای ساکنین. برای پیش خودش چی بود؟ علامتی بود برای دلالت میکرد به یا. خب نونای ثقیله در چند تاش در آمد؟ 3 تاش در آمد و در 2 تای متکلم میدروید لیایسرن، لینایسرن. پس 14 8 تای امر غایبی بالام ده در 8 صیغه‌اش نون توکید خفیفه را همچنین در آوردیم. خب بعد از این چی میگوید؟ بعد از این میگوید که اسم فاعل و اسم مفعول بر قیاس صحیح ماضی. اسم فاعل به مثلا ضربه را ضاربون میگفتیم، یسره را یاسرون میگیم. دقت دادید؟ مثلا ضربه چی میشد؟ ضاربون، ضاربون. پس یسره میشود چی؟ یا سیرون. یاسرون 2 ترجمه میشود. اگر با گفت این کتاب ترجمه کنیم، یاسر معناش قمارباز، یک مرد قمارباز. اما با ترجمه دیگری که خوبتر و بهتر است از آسانی بگیریم، اگر یاسر یک مردی آسان گیرنده، این بهتر و خوبتر است. زیرا اینکه بعضی مردها نام یاسر دارن. اگر که قمارباز بگیریم اگر غلطی ناخوب است که وابسته به صاحب نام است که برای چی پدرش برای چی نامش کرده. یعنی در آینده فرزندش قمارباز شود که این نام کرده است، یا در آینده فرزندش فرزند نیکو و فرزند خوبی باشد نام فرزندش یاسر مانده است. اگر که از آسانی باشد پس فرزندی یک شخصی آسانگیر. خب اسم فاعل چطور گفتیم که به مثل صحیح است. و اسم مفعول هم همچنین. مثلا میگیم که مد رو، مد روبون. پس یسره میگیم که می سورون، میسورون، یک کسی آسان گرفته شده. دقت دادید؟ میسور یک کسی آسان گرفته شده. خب اکنون فعلی اسم فاعلم یاسرون 7 صیغه دارد. یاسرون، 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 یاسرتون، 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 یواسرو صیغه منتهی الجموع. میسورون 7 صیغه دارد، 3 مذکر 3 مؤنث و صیغه منتهی الجموع همچنین جمع مؤنث است. این هم میگیم که میسورون، میسورانی، میسورون، میسورتون، میسورتون، میسوراتون، میاسرو صیغه منتهی الجموعش. پس با این اسم فاعل و اسم مفعول هم به آخر رسید. میبینیم که با صاحب کتاب برای ما و شما چه معلومات میدهد. میگوید که مجهول یسره، همون گپی که پیشتر گفتیم، دقت بدید. در بدون گفتیم اگر میخوای معلوم فعل ماضی را مجهول کنی، ما قبل آخر را کسر کن و اولین متحرک را چکار کن؟ دم کن. میشود چی؟ دوریبه. یسره ده همین کار را بکنید، همین قاعده را استفاده برید. بگید که اگر میخوای معلوم فعل ماضی را مجهول کنی، ما قبل آخر حرف سین است، کسرش کن و اولین متحرک حرف یا که هست عین باب فتحش کن، فای باب اولی کلمه. پس میشه یوسیره. پس 14 صیغه اش رو بگو. یوسیره، یوسیرا، یوسیرو، یوسیرت، یوسیرتا، یوسیرنا، یوسیرتا، یوسیرتما، یوسیرتم، یوسیرت، یوسیرتما، یوسیرتن، یوسیرتو، یوسیرنا. پس این است 14 صیغه معلوم فعلی مثالی یا ای. صاحب کتاب میگه مستقبل مجهول. اکنون یایسرو را میخواهیم که مجهولش بکنیم. چیکارش میکنیم؟ باز همون گپ بدون استفاده برید. اگر میخواهی که معلوم فعل مضارع را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح کن. ما قبل آخر را فتح کن
و حرف مضارعت رو در فعل مضارع حرف مضارعت رو دم کن. می شود چی؟ یضربو. یضربو شد یضربو. پس فعل مجهول شد. اکنون ما میخواهیم که یسیرو را مجهول کنیم. چیکارش میکنیم؟ میگد که همون گپ بیدان ما قبل و آخر را در فعل مضارع فتح کن و حرف مضارعت را چیکار کن؟ دم کن. میشود یویسرو. یویسرو. پس عرب میگوید که یای ساکن ما قبل مفتوح را قلب واو کن. یای ساکن ما قبل مفتوح را قلب واو کن. پس چی میشود؟ یو سرو. ببینید این یا بود. وقتی که یایی بود فتحه کی بود یا ایستاد. وقتی که فتحه را ما دمه کردیم پیش از یای ساکنه را این یا را قلب واو کردیم. دیدید حرف علت رو برای همین علتش میگن کسلی میگنش. بیچاره پیش نگاه میکنه اوسو بگرده ایسه میگره ایسه بگرده ایسه. یعنی که بیچاره قوه نداره. چرا که بیمار هم میقپی که جای برش رفتن میگیره و مثل همون است. ببینید اینجا دا یایسیرو بود یا ایستاد. یوسیرو یوسرو. یوسرو واو چی شد؟ واو ساکن شد. یا قلب واو شد. یا را گرفتیم واوش کردیم شد یوسرو. پس 14 صیغه‌اش برای واو میگه من همین طور. یوسرو یوسران یوسرونا. توسرو توسران یوسرنا. توسرو توسران توسرونا. توسرینا توسران توسرنا. اوسرو نوسرو. 14 صیغه مجهول فعل مضارعی یسره. خب بعد از این چی میگوید؟ الی آخره. تا آخرش میگوید. چطوره که گفتیم یوسرو یوسرو 14 صیغه‌اش چطور گفتیم تا آخرش میگه بگو. مثال واوی از باب فعل یفعلو. اکنون میگذاریم در دیگر باب. مثال واوی از باب فعل یفعلو. خب این را به درس آینده میمونیم. درس دهم درباره این صحبت میکنیم زیرا اینکه این درس طولانی بعد نشود. به خاطر طولانی بعد نشدن درس این باب را به درس آینده میمونیم. پس چیزی که در اینجا میبینید تا درس آینده همین طور اینها می ایستد. به خاطر چی؟ به خاطر ما گفتیم تحقیقی تقدیری را اهمیت بدید. پس تحقیقی دا مثالش در دفترتون بنویسید که کسره تحقیقی به مثل یعیدو. یعیدو. این همی کسره را کسره چی میگن؟ کسره تحقیقی میگن. کسره چی؟ کسره تحقیقی. اینجا اصلا یا واو بود یعیدو بود. واو برای چی حذف؟ برای یا پیش خودش فتحه داشت و کسره تحقیقی بود. اما کسره تقدیری که جدا است این را انشاءالله درس دهم بیانش میکنیم و درس دهم دربارش انشاءالله با تفصیل صحبت خواهیم کرد. پس این درس نهم را در اینجا به پایان میرسونم. امیدوار هستم که از این فایده گرفتید که مثال واوی وعده و اون قاعده هایی که گفتیم قاعده ها را همچنین نوشته در ذهنتون داشته باشید. دوم از مثال یایی یسره. پس این هست تغییرات و این هست تصریف و دیگرگونی هایی که در مثال واوی و یایی از باب دوم فقط از باب ضرب یضربو یعنی قدر کارها کرده می شود و اینها باید حفظ کرده شود. اگر میخواهید زبان عربی را خوب از خود بکنید، خوب بفهمید، خوب فهمانده بتونید، پس اینها را باید از خود بکنید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.